به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید شماره 6 را امروز تقدیمتان می نماییم و عنوان برنامه را گذاشتیم جمهوری تاجیکستان یا خود امپریای رحمانیان 34 سال اسارت و غلامی. در ادامه سلسله نامه مرا علاهیده نشر کنید، این بار یک نامه بسیار دردناک و پرمضمون به دست ما رسید. مؤلف که از خارج کشور به ما مراجعت کرده است، با قلم صادقانه و قلب پر از درد و الم وضع امروزه تاجیکستان را همچون امپریای رحمانیان تصویر می نماید. او از تجربه شخصی خود و مشاهده های تلخش می نویسد. از 34 سال اسارت و غلامی، از سیاست عائلوی و فساد بی‌پایان رژیم حاکم، از سرنوشت جوانان، مهاجران، زنان و کودکان، از غارت شدن ذخیره های کشور و به آبرو گردیدن تاجیکان در خارج. مؤلف امام علی رحمان و اطرافیانش را با عنوان قوم یعجوج و معجوج که تنها برای خود و اولادشان زندگانی میکنند بیان میکند. این نامه صدای یک شهروند آگاه است که از دوری وطن ولی با محبت به خلق و ملت حقیقت را بیان میکند و مردم را با بیداری میخواند. السلام علیکم برادری گرانقدر، محمد اقبال صدرالدین. سرطان درد را نبیند. در مطلب زیر میخواستم کمی اندیشه های خود را عاید به وطن عزیزم در دوران سلطنت امپریای رحمانیان ابراز دارم. راستی مطلب زیرین را با یک درد و الم می نویسم. جمهوری تاجیکستان یا خود امپریای رحمانیان 34 سالی اسارت و غلامی. چه خیلی که به همگان معلوم است امام علی رحمان از سال 1992 به طوری به گفته کاسه لسانش قانونی داخل ناخنک اول رئیس شورای عالی و بعدا همچون پرزیدنت تا به حال عمل کرده ایستاده است. در دوران راهبری خود تا امروز عائله و اولاد کثیفش را به همه ساختارهای دولتی همچون حشرات‌های ضرررسان روی کار آورده است. وقتی که مکتب خوان بودم هر بار برآمدهایش را گوش می‌کردم. دائم تاکید می‌نمود که جوانان آینده ملتند و آنها باید از پی تعلیم و زبان آموزی شوند. شخصا خودم به این گفته‌ها گوش انداخته از پی گفته‌های او شدم، اما نمیدانستم که همه آن سخنها تنها به جوانان خودی، فرزندان و اولادان نزدیکی او تعلق داشته‌اند. بله، 100% آنچه رحمانوف گفت و تا به حال میگوید برای خودش است. قوم یعجوج و معجوج و قانونهای ضد و نقیض. این قوم یعجوج و معجوج خود نمیدانند چگونه دولت را اداره کنند، چون هر یک قانون یا قراری که میبرارند به هم ضد است. یک پارادوکس. مثلا همه میدانند که در تاجیکستان تحصیلات دینی و رفتن به مسجدها تا سن 18 سالگی منع است، ولی در فاحشه‌خانه ها گشاده. همزمان لاف میزنند که جوانان تاجیک با گروه های افراطی همراه میشوند. حالا آنکه سرچشمه این همه ندانستن احکام دینی از روی قانونی خود آنهاست. مثال دیگر در برآمدهایش میگوید امام علی رحمانوف که آموزگاران و طبیبان نمیرسند، اما سبب در چیست؟ سبب فرار مغزها است. یعنی متخصصان آینده بعد ختم مکتب‌های عالی نمیدانند به کجا روند و کار کنند، زیرا الکی دنگ و دیوانه‌های اولاد کثیف تمام کرسی‌ها را اشغال کرده‌اند. غلامی تاجیک در خارج. در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونی همیشه می‌بینیم که شهروندان را به کشورهای خارج به کار دعوت می‌کنند، اما کسی از بالا نشستگان فکر نمی‌کنند که تا به کی این خلق بیچاره باید عمر کوتاه خود را در غلامی و سرخمی در خارج سپری کند. سیاست نادرست و غلامسازی سلاله رحمانیان سبب شد که پدر از فرزند جدا شود، زنها زنده بیوه گردند، کودکان از مهر پدر محروم مانند. هر روز در شبکه‌ها خبری از فلاکت می آید. گروه فریبی کارفرما دیگری در صدمه هلاک می شود و از خود زن و فرزندان یتیم باقی می گذارد. این وضع و حال تا به کی باید ادامه یابد؟ تا آن روزی که رحمانوف سر قدرت است. البته این سخنی من است. به فرهنگی و پراکندگی جامعه. بسیاری از جوانان تاجیک از ندانستن تاریخ و تمدن خیش به فرهنگ شده‌اند و در شبکه‌های اجتماعی نام تاجیک را شرمنده می‌کنند. زن‌های تاجیک باشد از نداشتن مبلغ و از مهاجرت برنگشتن شوهرهایشان نمی‌دانند فرزندانشان را چگونه تربیت کنند و این چنین خودشان هم با راه‌های
واقعا هم خرابه دست میزنند که این واقعا ننگ ملت است. در خارج که بودم دیدم خارجیان بناهای قدیمی را حفظ میکنند، اما شهرداران ما اجازتنامه میفروشند و تاریخ شهر را نابود میکنند. مثال روشن تخریب چایخانه مشهور راحت، حتی میخواستند آثارخانه استاد عینی را از جای خود کوچانند که با فشار ضیائیان نگذاشتند. مردم در تاریکی، حکومت در غنیمت. هر بار با فرار رسیدن فصل سرما مردم در غم و تاریکی میمانند، اما برای الیتای حکمران فصل مبلغ کارکنی می شود. در هر جا بوسهای خود مانده اند تا هر کس دهان بازد با تهمت و زندان گرفتار شود. جوان تاجیک بعد 18 سالگی نمیداند چیکار کند، بخواند یا به غربت رود. نورسان در مکتب‌های میانه و عالی فساد زده اند، از دانش کاملا دور میمانند. مقامداران قدرتی به جای کم کردن جنایتکاری تنها از پس مبلغند و برای کار کردن مبلغ جوانان را تهمت و یا وادار به جنایت مینمایند. سبب‌های گرانی و مونوپولیا. سبب گران بودن خانه ها معلوم است. ساختمانچی مجبور است به شهرداری برای اجازتنامه دالیه دهد که آن را از حساب خریدار میگیرد. نرخ و نوا در تاجیکستان گران است، زیرا تمام مال‌های وارد شونده مونوپولیا شده‌اند. تاجران را دالیه بستند، مردم باشد مظلوم است. بله، سخن با رحمان. امام علی، این همه قرض‌هایی که با کفالت دولتی برای انبیاء راغون میگیری، چرا برای به اتمام رساندن ساختمان استفاده نمیبری؟ آیا نمیدانی که یک پای در لب گور است؟ چرا وقت شهروندان ما را در روسیه تحقیر میکنند حمایه نمیکنی؟ قرقیز و ازبک شهروندانشان را حمایه میکنند، تو چرا نمیتوانی مثل آنها بکنی؟ روز انشاءالله میرسد که این خلق مظلوم علیه تو و اطرافیان ضرر رسانت میخیزند انشاءالله. خلاصه در 34 سال حکمرانی امام رحمان ما تاجیکان به فقر، خرز، مهاجرت و غلامی گرفتار شدیم. ملت پراکنده، aiله ها ویران، تاجیک در خارج به آبرو. بلاگران و تمجویانی که کاسلیسی رحمان را میکنید، مگر شرم نمیدارید؟ یک شخص قریب نیم عصر با اولادش قدرت را غصب کرده است، دولت و ملت را غارت میکند، ولی برای مردم یگان بهبودی نمی آورد. مگر این خیانت نیست؟ مگر این شرمندگی نیست؟ شما آر و ناموس دارید که شکمهایتان سیر و مردم گرسنه میمانند؟ برادر محمد اقبال، شاید در کجای خطا کرده باشم، شما آن را درست کنید. با احترام بی پایان و با امید پیروزی بر این اولاد خونخوار، مخلصی اشدی شما، لندن، 13 سپتامبر سال 2025. خب بله، این برادر که این نامه را نوشته است از بریتانیای کبیر به ما ارسال نموده است و این درد و علمش بود که برای ما ارسال نموده است. امیدوارم هر برادری ناترس و شجاعی که در قضیه ملت و مردم چیزی را میداند و میتواند چیزی را ابراز دارد، لااقل نام او پنهان است، کسی او را نمیشناسد. نامه شما تنها چنانه که این برادر نوشته است میتواند نامه از تمام آن درد و علم و جنایت و وضعیت و آن حالتی که دارد نویسید. میتواند پیشنهاد کنید که آن پیشنهاد شما امکان است مورد عملی و تحقیق قرار گیرد. پس دست ها بالای دست ننشینید. هر چی میدانید و هر چی میتوانید برای آینده نیک ملت، برای آینده فرزندان خود، برای آینده ملت و مردم خود انجام دهید. بله بیننده گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه کوتاهی نکنید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.